از این گفتگو تقریباً 8 روز گذشت و عیسی با خود پتروس، یوحنا و یعقوب را گرفته برای دعا به بالای کوه برآمد. وقتی که او دعا میکرد چهرهش تغییر یافته، لباسش سفیدی درخشان شد. و ناگهان 2 مرد، موسی و الیاس پیغمبر، با شهرت و جلال پیدا شدند. آنها درباره ترک این دنیا که آن را عیسی به نزدیکی در اورشلیم به انجام میرساند صحبت میکردند. پتروس و همراهانش را خواب برده بود و هنگامی که بیدار شدند شهرت و جلال عیسی را دیدند. آنها اینچنین آن 2 نفری را دیدند که با او می ایستادند. وقتی که آن 2 نفر از پیش عیسی رفتنی شدند، پتروس گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. بیا 3 خیمه می سازیم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و سوم برای الیاس. وی خودش نمی دانست که چی می گوید. پتروس هنوز سخنش را تمام نکرده ابر پیدا شده آنها را فرا گرفت و وقتی که موسی و الیاس به درون ابر در آمدند شاگردان ترسیدند. همین وقت از ابر آواز برآمد که می گفت: این پسر من است، من وی را انتخاب کردم، او را گوش کنید. وقتی که آواز گم شد شاگردان دیدند که عیسی تنها ماند. شاگردان خاموش ماندند و همان وقت از آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگفتند. روز دیگر وقتی که آنها از کوه می فرآمدند مردم بسیار عیسی را پیشواز گرفتند. ناگهان مردی از میان مردم فریاد زد: استاد، التماس میکنم که به پسرم یک نظر کن. وی فرزند یگانه من است. گاه گاه به وی جین حمله میکند و او یک بار داد زده به اختیارانه پیچ و تاب میخورد و از دهانش کفک میبراید. جین او را بسیار عذاب داده به زوری او را سر میدهد. از شاگردانتان التماس کردم که آن جین را بیرون کنند، اما آنها نتوانستند. عیسی در جواب گفت: ای نسل بی ایمان و کجرفتار، تا کی با شما باشم و تا کی شما را طاقت کنم؟ پسرت را اینجا بیار. وقتی که پسر به نزد عیسی می آمد جین او را به زمین غلطانده پیچ و تاب داد، ولی عیسی به جین فرمان داد که از بچه بیرون براید. همین طور او پسر را شفا داده به پدرش سپارید. و همه از بزرگی خدا در حیرت ماندند. در حالی که مردم از تمام کارهای کرده عیسی در تعجب بودند، وی به شاگردانش گفت: آن چیزی را که حالا میگویم بشنوید و در یاد دارید. پسر آدمیزاد به دست آدمان سپاریده می شود. ولی شاگردان معنای این سخنان را نفهمیدند، چون که معنایش از آنها پوشیده ماند و برای همین آن را درک نکردند و هم می ترسیدند که در این باره از عیسی چیزی پرسند.